صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل و کارخانجات از بلا تکلیفی واسه ارسال بار خسته شدین؟ دیگه کافیه. امروز میخوام شما رو با یه سیستم باربری هوشمند آنلاین آشنا کنم. سامانه‌ای کاملا مکانیزه که میتونید به طور اختصاصی در اون ثبت نام و بارهاتون رو مطمئن و با خیال راحت حمل کنید. بارگرام حلال مشکلات شماست. این یه سامانه پایانه بار مجازیه که به صورت هوشمند و کاملا مکانیزه براتون ناوگان و راننده جذب میکنه. خودش هم براتون بارنامه صادر میکنه. اعلام بار توی اپلیکیشن یا وبسایت تنها کاریه که شما باید انجام بدین. خب حالا برای اینکه بتونید اعلام بار کنید، اول باید ثبت نام کنید. حتما میپرسین چطوری؟ اول به سایت bargeram.ir مراجعه کنید و به راحتی ثبت نام کنید و یا با دانلود اپلیکیشن بارگرام و نصب اون نسبت به ثبت نام اقدام کنید. اینا بگم که پشتیبانی 24 ساعته آنلاین و تلفنی هم داره که شما رو تنها نمیذاره. برای ثبت نام اول باید نوع کاربریتون رو مشخص کنید. توی سامانه 3 نوع کاربر داریم. کاربر عادی یا همون صاحبان کالا که یه فرد عادی هستش که میتونه اعلام بار کنه و بارهاشو پیگیری کنه و به طور کلی از خدمات سامانه استفاده کنه. کاربر بعدی کارخانجات و واحدهای صنفی‌اند که اونها هم همه امکانات کاربر عادی رو دارن، به اضافه یه امکان ویژه که میتونن خودشون شرکت حمل و نقل به سیستم اضافه کنن و بارهاشون رو بین اون شرکت‌ها تقسیم کنن. و در انتها کاربر شرکت حمل و نقل که اونها هم همه امکانات کاربر عادی رو دارن و اعلام بارهاشون رو باید خودشون بارنامه کنن و حواله هاشون توی پنل اونها دیده میشه. خب حالا بریم سر وقت امکانات. شما زحمت ایجاد اعلام بار رو میکشین. برای ایجاد اعلام بار یک سری اطلاعات در خصوص اعلام بار به سیستم میدین. مثلا مشخص کنین بار چی هست، بسته بندیش چیه، مبدأ و مقصدش کجاست، چه ماشینایی میشه بارگیری کرد، کرایه و ارزش بار هم مهمه و از همه مهمتر روی نقشه محل بارگیری و تخلیه رو مشخص میکنید. حالا که اعلام بار کردین، باید منتظر بمونین تا سیستم به همه راننده ها اطلاع رسانی کنه. سامانه یه سیستم نوبت‌دهی برای راننده ها داره. وقتی شما اعلام بار می‌کنید، راننده ها تو صف منتظر هستن و اعلام بار شما رو می‌بینن. و هر کس تمایل داشت میاد و بار رو رزرو می‌کنه و واسه حمل بار اعلام آمادگی می‌کنه. شما میتونین هر لحظه ببینین چند نفر اعلام بار شما رو دیدن و چند نفر درخواست حمل دادن. بعد از مدت زمان اطلاع رسانی، سامانه میاد و به صورت مکانیزه اعلام بار رو بر اساس نوبت راننده ها تبدیل به حواله میکنه و راننده رو برای بارگیری معرفی میکنه.